آقا مگه میشه آدم 30 روز غذا نخوره؟ نمیدونم. مستر بیست میخواد امتحان کنه ببینه میشه یا نه. جیمی که به کارهای عجیب و غریبش مثل دفن کردن خودش به مدت 7 روز و شمردن تا 100,000 معروفه، امروز میخواد ببینه یه آدم تا چند روز میتونه غذا نخوره. ولی آخه 30 روز مگه میشه اصلا؟ بریم ببینیم میشه یا نه. من میخوام تو 30 روز آینده هیچ غذایی نخورم. با گشنت میشه که. در حال حاضر هیکل من این شکلیه و حدوداً 100 کیلو وزنمه. وقتی میگم هیچ غذایی یعنی واقعاً هیچی. این بیشترین فشاریه که تو کل عمرم به بدنم آوردم. به هیچ عنوان شما امتحانش نکنید. من یه تیم پزشکی داشتم که هر روز حواسشون بهم بود. اونا هر روز همه علائم حیاتیمو چک میکردن تا یه وقت سکته قلبی چیزی نزنم. شاکر آقای دکتر. و اگه به هر دلیلی تو این 30 روز غذا خوردم، کریس جان تو میتونی منو کچل کنی. بگو چونه. امکان نداره بتونه 30 روز دووم بیاره. کچلش میکنی. چالش رسما شروع شد. دیگه اینا لازمت نمیشن. کار میکنی وحشی؟ ولی راست میگی. و از اونجایی که قراره 30 روز غذا نخورم بهتره از شر این خوراکی‌ها خلاص بشم. واقعا چیزی نمیخوری؟ نمیخورم. مطمئنی؟ به خود راست میگم. بچه‌ها یه دست برسونید این غذا رو بفرستیم بره. تو مطمئنی دیگه؟ بچه‌ها هر چی خوراکی میبینید جمع کنید. نمیخوام حتی یه دونه کالری تو این خونه باشه. جیمی یه سال اگه تو یهویی دهنتو باز کنی یا یهویی یه پشه بره تو دهنتو یهویی قورتش بدی بازم خوردن محسوب میشه؟ آره احتمالاً. آره ما اینقدر جدیم. مفخوری خوش بگذره بعدن میبینمتون. چی تو زیارت نره. آی فردا ما قراره که دهنتو خب انگار چالش جدی شروع شد. بچه‌ها رفتن و آشپزخونه منم کاملا خالیه. کریس نامرد زد مایکروویوم هم شیکون. مایکروویو پاکی؟ انتقام میگیرم. خب الان میخوام برم بخوابم و راستش یکم عجیبه که قرار نیست قبل از خواب چیزی بخورم. ولی ما میتوانیم. فردا میبینمتون. معمولا صبح که بیدار میشم اولین کاری که میکنم صبحونه خوردنه، ولی خب مسلما الان نمیتونم بخورم، پس مستقیم بریم سراغ ویدیو گرفتن. تنها چیزی که تو 28 روز آینده میتونم بخورم آب. حتی این آب معدنی که دست مستر بیست هستم لاکچریه. آب معدنی فیجی یکی از با کیفیت ترین و گرون ترین آبای دنیاست. تو ایران هر بطریش 300,000 تومانه. بریم ببینیم لاغر شدم یا نه. البته احتمالاً تو یه روز تغییر خاصی نکرده باشم. بیا دیدی گفتم. تازه باید برای فیلم برداری یه ویدیوی دیگه هم بریم. امروز حسابی دهنم سرویسه. خب ویدیویی که داریم میگیریم اینه که این آقا قراره 100 روز تو این دایره بمونه. تو کامنت ها بگید کدومش سخت‌تره، 100 روز تو دایره موندن یا 30 روز غذا نخوردن. خدایی فیلم برداری با شکم خالی خیلی سخت‌تره. وقتی کارمون تموم شد نایی برام نمونده بود. فیلم برداری فقط 3-4 ساعت طول کشید ولی هیچ انرژی واسم نمونده. باید برم بخوابم. وای چنی جون اون چیه دستت؟ هیچی، فقط چند تا همبرگره. دارم بوشو فوت میکنم. آره خیلی آشغالی. جیمی جون بیا منو بخور. خب اینم از پایان روز دوم. دروغ نمیگم حسابی گرسنمه ولی خب فردا میبینمتون. خیلی‌ها میگن روز سوم تا ششم سخت‌ترین روزا هستن ولی راستش بیشتر وقتا حالم خوبه. فقط یه خورده احساس میکنم تنبل شدم و خستمه. خب اینم اولین پی بعد از شروع روزه‌داری. ای جان وزنم چقدر شده؟ انگار تو 2 روز اخیر 1.5 کیلو کم کردم. خیلی خفنه. البته منطقی هم هست امروز یه پی گنده کردم. امروز قراره واسه مستر بیست شکور چند تا عکس بگیریم و نمیتونم بخورمشون و خیلی گشنمه. لبخندم نگاه نکنید درونم درد داره. یعنی الان من باید گاز بزنم؟ آقای عکاس میخواد ازم یه عکس بگیره در حال گاز زدن. البته توفش میکنم ولی باید اجازه بگیری. آره میتونی این کارو بکنی. البته اگه مشکل نداری که تو عکسات کچل باشی. ای لامروت برو گم شو. الکی مثلا گاز میزنم. اولش اینجوری بود که خب انگار خیلی سختم نیست ولی الان اینجوریه که خدا غذا میخوام. بچه‌ها بهم زنگ زدن که برات یه سورپرایز داریم و احتمالاً منظورشون اینه که میخوایم شکنجت کنیم. ما یه ماشین بستنی فروشی کرایه چون میخوایم کله جیمی رو بتراشیم. اوه ببخشید غلط کردم. خیلی خوب بزن بریم. آره از بیرون صدا آهنگ میاد. جیمی الانم دارن صدام میکنن. چیکار میکنی؟ سلام برات بستنی آوردیم. حتما با کارت منم خریدی. پنپا رفتیم با پول خودمون خریدیم. خدا برین گمشین مزاحم نشید. به خودم میدونستم این دلقکا نمیذارن یه آب خوش تو این مدت از گلون پایین بره. با بستنی زدن تو پنجره خونه. وای خدایا میخوای پرتش کنی؟ چه مرگتونه؟ چرا پنجره رو میشکنی؟ جیمی مراقب خورد شیشه‌ای دوره بستن یخی باش. بچه‌ها در جریانید که من اینجا اجاره نشینم؟ جیمی بگیر. کرم ریختناتون تموم شد؟ آره کاملا مشخصه. حتما الانم پیتزا سفارش دادید. خیلی خوب برید گم شید دیگه. بیا عزیزم بیا برو گم شید. یه بار دیگه ببینمتون یه کاریتون میکنم. اون گوسفندا پنجره رو شکستن و شک دارم امن باشه تو این خونه بی در و پیکر بخوابم. پس احتمالاً امشب برم خونه یکی از دوستم. صبح شده و من با سردرد از خواب بیدار شدم. دکتر گفت که طبیعیه و احتمالاً زود خوب بشه. شک دارم امروز بتونم کار خاصی کنم. با این وجود به زور خودم رسوندم به استودیو تا خودم رو وزن کنم و معلوم شد یه 300 گرم دیگه هم کم کردم. خیر و برکت. بقیه روزا هم توی رخت خواب گذروندم.
خب روز پنجم امروز باید برم دکتر اون یارو تو دایره رو چک کنم و بفهمم چطور میتونم یه جزیره اختصاصی به مناسبت 100 میلیونی شدنمون. بچه‌ها این دوتا ویدیویی که جیمی اشاره کردم ما دوبله کردیم. یکی اون 100 روز تو دایره و اون جزیره اختصاصی به مناسبت 100 میلیونی شدن. لینکاشو میذارم اینور و اینور. این ویدیو رو که دیدید اگه اونا رو ندیدید میتونید برین اونا رو هم ببینید و بفهمم چطور میتونم یه جزیره اختصاصی به مناسبت 100 میلیونی شدنمون بگیرم. خب انگار 1 کیلو دیگه هم کم کردم، اونم فقط تو 24 ساعت گذشته. مگه نشتی داری؟ به خدا اگه بدونم. باید تحت چسب بزنیم. امروز یه آزمایش خونم دادم تا هم به شما و هم به کریس ثابت کنم که هیچی نخورم. چیزی که دنبالش میکردم یه هورمون به اسم لپتین بهم میگه تو غذا خوردی یا نه، جوابش طول میکشه تا بیاد. اشکال نداره، صبر میکنیم. امروز روز 6مه و نمیدونم چرا ولی احساس میکنم حالم بهتره. نمیخوام جوگیر بشم چون هنوز 24 روز مونده ولی کم کم دارم فکر میکنم شدنیه. خب دوباره اینجا تقریبا 1 کیلو دیگه کم کرده. الان دقیقاً 95 کیلو. این نمودار بیت کوین امساله. خب وقتشه دوباره بریم سراغ اون یارو که تو دایره است. داریم ویدیو 100 روز تو دایره رو میگیریم و یکم زیاد بلند صحبت کردم و الان انرژیم رفته. احتمالا باید یه چرتی بزنم. بنابراین رفتم چرت بزنم تو خونه این رفیقم و بعدش هم فیلم برداری رو تموم کرد. همه چی اوکیه؟ نه همه چی هست. هفته دیگه میبینم. هفته دیگه؟ الان نصف شبه و بچه‌ها گفتن بریم یه دور بزنیم. همشون هم ماشاءالله دارن میچرن. راستشو بخواین دارم به این فکر میکنم که حاضرم کچل باشم ولی بتونم یکم از اینا بخورم. خیلی خوشگله لامصب. فردا بخور. باشه. کورخونی کسافت. خب بخیر جیم، حالت چطوره؟ حالم خیلی خوبه چون رسما یه هفته است که غذا نخوردم و به افتخار این روز عزیز میخوام بخورم حال بدم و یه مقدار یخ بخورم. آخ تو ذهنم یه جورایی بامزه تر بود ولی خب راستش خیلی حال نداد. توف. خب این ویدیو رو شما از بغل میبینید چون طارق یادش رفت دکمه رکورد رو بزنه. خدای من تقریبا بیشتر از 5 کیلو وزن کم کردم، اونم فقط تو یه هفته. روز هفتم روز شلوغی بود. اول رفتم علائم حیاتیمو چک کردم. جیسه عزیزم نخور. جیسه آخه کی نعمت خدا رو همینجوری ول میکنه؟ میخواد یه گاز بزن. نخوری بیا تو بخور. بذار نگات کنم که داریم میخوریش. اصلا حالم بده. بعدش رفتیم سر صحنه ویدیوهای آینده و در نهایت هم فیلم برداری با کارلو کوآکیلی. آخه نمیفهمم این چجوری استعداد محسوب میشه. قدرت روانی هم مهمه دیگه. خودم 7 روز غذا نخوردم ولی انگار واقعا این چالش داره کم کم منو زمین میزنه. خب تو یکی از ویدیوهای آینده ما چارا زن شد. خب داشتم میگفتم بچه‌ها چارا زن شد یه اصطلاح شیرازیه. چارا زن یکی از شلوغ‌ترین مناطق شیرازه و موقعی که شیرازی‌ها یه جای دیگه هستن و به طور غیر منتظره اونجا یهو شلوغ میشه میگن اش و چارا زند. استعاره از شلوغ شدن یهویی. چارا زن شد. خب داشتم میگفتم ما یه کارخونه شکلات ساختیم و میخواستم بهتون نشونش بدم. این یه فواره شکلاتیه و ما این همه شکلات داریم تا پرش کنیم. وای این همه شکل مکل که اینجا باعث میشه گشنم بشه. آخه آدم روزه‌دار باید این کارا رو بکنه. بچه‌ها پیام دادن گفتن داریم بسکتبال میزنیم و تو هم بیا. احتمالاً فکر خوبی نیست ولی خب دارم میرم. خستگی از همون ثانیه اول بهم چیره شد. اون اصلا هیچ جونی واسش نمونده، داره گن میزنه. نمیدونستم غذا نخوردن میتونه منو اینقدر ضعیف کنه ولی خب با این وجود بازم یه امتیاز گرفتم. خب یه اتفاق جالب من همین الان پیپی کردم و نکته جالبش اینجاست که این اولین پیپی بعد از یه هفته آزگاره. تو گوگل سرچ کردم ولی خب مثل عادیه ولی واقعا عجیبه که بعد از یه هفته پیپی کنی. رفتم یه چند تا ویدیو واسه کانال ریاکتمون بگیرم ولی خب واقعا نمیتونم دیگه. خب دیگه جیمی وقت جیش بوسلاله، برو بگی دیگه شارژم تمومه. تازه دیشبم نتونستم خوب بخوابم و الان اصلا چشام واز نمیشه. الان رو مبلم توی استودیو فکر کنم فقط بهتره که بخوابم. تو روز 10 من رفتم نیویورک تا مارک روبه رو ببینم. من و مارک قراره بریم رو صحنه و واسه یه مش آدم مهم سخنرانی کنیم. ولی من از خستگی و گشنگی دارم میمیرم. اصلا نمیدونستم یه آدم میتونه این همه وقت رو بدون غذا زنده اما بمونه. بچه‌ها تو خونه برام نقشه‌های پلیدی داشتن. الان جیمی تو نیویورک، طارق ما رو راه داده تو خونش تا کل خونه رو با غذا پر از کنیم. صبح دارم میخورم. میترکی. میدونم. ما بیشتر از 14 میلیون زباله رو پاکسازی کردیم که ما رو یه قدم به داشتن یه دنیای پاکتر نزدیک میکنه. هم مراقب باش نزدیک بود خرابش کنی. من به تازگی یه برند شکلات راه اندازی کردم و میخوام به همتون از شکلاتام بدم. سخنرانی عالی بود ولی متاسفانه باتری منم تمام شد. بچه‌ها وقتی جیمی از نیویورک برگرده خونه نمیدونه از کجا خورده ولی از ما خورده. اون قطعا یه چیزی میخوره، بعدش هم ما ماهاشو میزنیم. بزن قدش. یا الله. سلام جیم،
میتونم بهت توضیح بدم. نامرد تو هم کمکش میکردی؟ نه من از عوامل پشت صحنه بودم. خوبی میاد اینجا. چند کیلو موز گرفتین؟ بابا تختمو چی کار داشتین؟ حتما میخواین منو کچل کنی داره. بذار ببینم چندلر چی میگه. این چه وضعیه؟ گشنت نیست؟ چرا هست؟ امروز شکمم درد نمیکرد ولی الان دارم میمیرم. اومدی خونه دستشویی هم نگاه کردی؟ نه خیر داداش، من هفته یه بارم دستشویی نمیرم. خب تو کارخونه شکلات هستی، مردم دارن شکلات میزنن و من 12 روز غذا نخوردم. 12 13 به خدا اگه بدونم. اصلا روز خوبی نبود. بچا این ویدیوی کارخونه شکلات هم دوبله کردیم و خیلی دوبله خفنی هم شده. اونم لینکشو میذارم اینجا بعد از این. اونم اگه ندیدید برید ببینید. اصلا روز خوبی نبود. من فقط میتونستم 20 دقیقه فیلم برداری کنم. بعدش حالت تعوا میگرفتم و باید مینشستم. وای الانه که بالا بیارم. یه جایی انقدر حالم بد بود که نزدیک بود فیلم برداری کارخونه شکلاتو کنسل کنم. میخوای یه دقیقه بشینی؟ اواخر روز کم مونده بود قش کنم، واسه همین یه سر رفتیم پیش دکتر. حتی نوع وایسادنم ندارم، واسه همین گفتم بریم پیش دکتر. به نظر من باید موهاتو بزنیم، نمیخوام. بعدش میتونی غذا بخوری و حالت خوب یه جورایی میشه. وسوسه هم شدم، خیلی گشنمه. خب نتایج آزمایش لپتینت اومده و نشون میده که تو واقعا چیزی نخوردی. آره قبولت دارم، خودم دیدم امروز 8 بار خوابیدی. آره انگار واقعا دارم اذیت میشم. الکترولیتات هنوزم خوبن ولی در رابطه با سطح انرژیت نگرانم. اگه حالت بدتر شد بهتره که چالشتو کنار بذاری به خاطر سلامتی. آره ما هم میتونیم موهاتو از رو سرت کنار به بزنیم. همین دلیل موقع اینجور کارا باید مراقبت پزشکی دائمی داشته باشید. من که نمیدونم آی دکتر هرچی گفت. بچه‌ها شب بخیر، فردا تو کارخونه میبینمتون. خداحافظ. روز 13 پرواز داشتم، واسه همین تو خونه خودم رو وزن کردم. بیشتر از 8 کیلو کم کردم، اونم فقط تو 2 هفته. داریم میریم لاس وگاس تا با گوردون رمزی یه ویدیو بگیریم و من اصلا تو مود سفر نیستم. جانم کدوم زمینی میل داری؟ نه نمیخوام دست درد نکنه. خب ساعت از 12 گذشته و رسما رفتیم تو روز 14. رسما 2 هفته است که یه ذره غذا هم نخوردم. تو اتاق هتل واسمون خوراکی گذاشتن و نولان هم طبق معمول داره جلوی من میچره. تنها کاری که بلدم چیپس فردا خوردن. قراره با گوردون رمزی آشپزی کنیم. البته الان فرداست دیگه، 12 گذشته. نمیدونم، شب بخیر. سر فیلم برداری با گوردون رمزی من خیلی سعی کردم با انرژی باشم ولی از درون داشتم میمردم. ما سر فیلم برداری با گوردون رمزی بودیم که اونم گفت میخواد برام آشپزی کنه واسه یکی از ویدیوهای چنلش. که نمیتونی بخوری. آره میدونم، چون واسه یوتیوب کارل میتونه به جای من بخوره. اصلا مهم نیست که اون خفن ترین آشپز دنیاست و من قرار نیست دست پختشو بخورم. سلام، خوش اومدید. من تو این برنامه غذای مورد علاقم یعنی خاگینه رو واسه دوستان میپزم. این شما و این مثل ممنون، نیست. چه معرفی خفنی. البته منم دارم یه ویدیو میگیرم که توش قراره 30 روز غذا نخورم و اگه بخورم کچل میشم. باید سعی کنم هرچی میپزه رو پس نخورم. من دارم ساندویچی درست میکنم که جناب علی قرار نیست کوفتش کنیم. البته بستگی داره، اگه خیلی خوب باشه ای وای گوردون رمزی عصبانی شه. بابا یه تیکه کوف کن دیگه. اصلا چطور 30 روز غذا نمیخوری؟ خب از اونجایی که من دکتر نیستم نمیدونم. آخرین باری که رفتی دستباب کی بود؟ خب وای بوش خیلی خوبه. خوبه. الان گریم میگیره. و در نهایت هم یک یا خدا، اینم از این. باورم نمیشه. چه 2 تا زندگی. ساندویچ. بابا یه گاز بزن دیگه. باشه. اولین آدمی هستی که تو باشه. کل دوران آشپزیم یه چیزی واسش درست کرده و انقدر ناز میکنه. بخورش دیگه. بخور بابا. خیلی خوب. راستش باشه یه گاز میزنم ولی بعدش باید توفش کنم چون بعد از این همه غذا نخوردن نمیشه کربوهیدرات خورد. چالش تو ول میکنی. آره ولش میکنم. آقا هم نرمه هم خیلی غنی و خوشمزه است. خدا بود، به خدا خوشمزه ترین چیزی بود که تو عمرم خوردم، ولی خب نباید کربوهیدرات بخورم دیگه. بدنم آب روغن قاطی میکنه. عالی. آره واقعا دمت گرم. اصلا حالم خوب شد با همین یه گاز، اونم برای 14 روز. این آقای نامردی که اینجاست باعث شد مستر بیستتون کچل بشه. خب از اونجایی که مرده و حرفش کریس میتونی کچلم کنی. تو روحت گوردون. عاشقتم گوردون، ممنونم. بزن آماده نجاتم ای؟ بده. یه لحظه ترسیدم نکنه خراب کنم ولی اگه بخوامم نمیتونم. چقدر زیبا، آفرین. یه جورایی هم حس خوبی داره. تاریخ پشت دوربین اینجوری شده. عالی میشی. تمومش کن دیگه. میخوام برات یه تکشاخ کوچولو ای بذارم. خدا. وای خدایا این یه عالمه مو بود. بس دیگه. بذار ببینم یه آینه بده. داداش اینجا رو خیلی سفید کردی دیگه. بس دیگه، ویدیو تموم شد. از اونجایی که کریس داشت کچلی ما هم خراب میکرد به آرایشگرم گفتم بیاد کارو تموم کنه. فکر کنم احتمالاً مجبورم 4-5 ماه آینده رو کلا بپوشم. فعلا خدافظ. خب رفقا مرسی که تا آخر ویدیو با من بودید. امیدوارم لذت برده باشید. طبق گفته مستر بیست به هیچ عنوان همچین چیزی رو توی خونه امتحان نکنید. مثل همیشه کانال تلگرام و پیج اینستاگرام من و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.